تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از برنامه اخباری آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 10 فوریه این موضوعها را به بررسی گرفتیم. یوریش به کلوبی مژزنها، نیروهای نظامی در سنت پتربورگ مژزنهای مهاجر را با یاری بلغه و автомати کلاشنیکوف به زمین خواباندند. سرمایه‌گذار می‌جوییم تأثیر قطعی موقتی کاری آژانسی رشد بین‌المللی آمریکا به برنامه‌های وزارتی تندرستی تاجیکستان. چی کارهایی که یک جویا با ما تشکیلات کردگی بودیم حرکت میکنیم که نسبت به سالهای پیشین فعالیت در همین سمت پس نشود. و مقامات تاجیک اصرار می‌ورزند که طبق معیارهای تاجیکستان در مواد غذایی تاجیکستان روغن نخل وجود ندارد، اما تحقیق خبرنگاری رادیو آزادی واقعیت دیگر را نشان می‌دهد. این محصولات شیری برای کودکان از 6 ماهه بالا پیش بینی شده است که در روسیه استحصال و از سوی یکی از شرکت‌های وطنی به تاجیکستان وارد کرده شده است. در پی یک عملیات در کلوب مژزنان در سنت پتربورگ که میان مهاجران معروف بوده است، به دست 12 ورزشگر دعوتنامه به کمیسریت حربی سپرده شده است. رید آخر هفته گذشته و در ساعت برگزاری تمرین صورت گرفته. نظامیان با بلغه و автомат مسلح بودند. حامیان حقوق شیوه رفتاری ماموران انتظامی روسیه در جریان ریدها را بدرفتاری و ملت‌گرایانه مینامند. ادامه موضوع در گزارش مومین احمدی. پلیس سنت پتربورگ همراه نیروهای راستگواردیا به یکی از کلوب‌های ورزشی مهاجران که در یک مرکز تجارتی فعالیت می‌کرد مهمان شدند. یکی از نظامیان در دستش بالغه کلان داشت که حضور آن هنگام رید توجه را جلب کرد. بنا به اطلاع پلیس مشتریان تالار حدود 50 نفر بودند. در نوار دیده می شود که چطور نیروهای امنیتی آنها را به زمین خوابانده مجبور کردند که دستهایشان را پشت سر گذارند. در دست نظامیان بالغه، автомати کلاشنیکوف و دیگر آلات وزنین مشاهده می شود. در نتیجه رید 6 شهروند کشورهای آسیای مرکزی با سبب مشکلات حجتی بازداشت شدند. گفته می شود که در میان بازداشت شدگان مهاجران نیز بودند که چند پیش شهروندی روسیه را گرفته ولی خود را در قید حربی نگذاشتند. با آنها دعوتنامه برای حاضر شدن به کمیسریت حربی سپرده شده است. بنا به گزارش MVD میدیا در ولایت کورسک نیز ریدی ویژه ضد مهاجران برگزار شده است. نیروهای امنیتی به یکی از ساختمان‌ها رفته 9 نفر را با اتهام ویران کردن قانون مهاجرت دستگیر کردند. در خبر اشاره به شهروندی آنها نشده است، اما در نوارها دیده می شود که دست کم 2 نفر شناسنامه ترکمنستان دارند. در نتیجه پلیس نسبت 3 مهاجر که اجازتنامه نداشتند پروتکل‌های مأموری ترتیب داده است. 6 نفر دیگر برای فعالیت بدون پتنت به جوابگری کشیده شدند. همه این 9 نفر قرار است از روسیه اخراج شوند. مقامات روسیه هفته گذشته اعلام کردند که تعداد مهاجران غیرقانونی در کشور به 670,000 نفر رسیده است. انتظار می رود روز 13 فوریه در مسکو ملاقات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه سیراج‌الدین مهرالدین و سرگئی لاوروف برگزار می شود که در آن از جمله موضوع مهاجرت بررسی خواهد شد. رید و تفتیش‌های پیهم در روسیه کار و زندگی زنان مهاجر تاجیک را هم که شمارشان سالهای اخیر طرف بیشتر می شود مشکل کرده است. در ریدهای گذشته چند دفعه دیده شد که پلیس با آنها نیز با تحقیر مناسبت می کند. کمیته کار با زنان تاجیکستان تابستان سال 2024 گفته بود که تنها در نیم سال اول 80,000 مهاجر زنان تاجیک به وطن برگشتند. ولی در نشست مطبوعاتی امروزه این نهاد رهبری آن آمار مربوط به زنان مهاجر را مخفی نامیده است. شهلای عبدالله گزارش دارد. کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان از اعلان شماره زنان مهاجر خودداری و این آمار را مخفی عنوان کرد. این در حالی است که در گذشته این آمار همه ساله اعلان میشد. عموما مهاجرت اهالی جمهوری تاجیکستان چنانکه که همگان اطلاع دارند این معلومات مخفی است و طبق دستور دولت و حکومت مملکت این مسئله مورد کاربری قرار دارد.
سران کمیته زنان گفتند آماری دقیق ندارند. کمتر یک دو مسئله ها رو مورد بررسی قرار دارند و ما همین ممکن دقیق انیقش گفته نمیتونیم. بعضی مسئله هایی هست که ممکن ما همین انیقش گفته نمیتونیم و شما وای کنین در تماس باشید موقتی ما حتما این مسئله درست وای کرده با شما و میگیم پیشنهاد میکنیم. این اکن این قدر وای نداره، لیکن بعضی مسئله هایی هست که حاضر عین زمان بررسی و بین حکومت ما حکومت فدراسیون رئیسی قرار دارد و همین. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تابستان سال گذشته شماره زنهای مهاجر تاجیکستان را نزدیک 79,000 نفر گفته بود. به توجهی کمیته کار با زنان و اوله به آمار مهاجرت زنان را یکی از کارشناسان ساحه نشانه آن نامید که زنان مهاجر از دایره نظری این کمیته بیرونند. اما پروفسور رحمان اولماسов کارشناس امور مهاجرت خودداری مقامات از اعلان این آمار را به دشواری شمارش عمومی مهاجران بستگی داد. این یگان مخفی ندارد، فقط در سری اون است که توخولو بین روسیه یا که بین تاجیکستان و روسیه یک سیستم استاتستیکا براه مونده نشده است. مثلا شخصی که میرد به روسیه میرد او میگرانت است یا که میگرانتی است که برای بیمارخانه میرد یا که در نزد خویشاوندانش میرد، همش قطار میگرانت داخل میکنند. برای همین حاضر بین از علما یک دیسکوسی کلان رفته شده است که یک سیستم به در آوردن کنیم، چخیل معلوم کنیم که همین آدم برای چی اومد، کار با اومد یا که مهمانی با اومد. در چند سال اخیر شماره یا آمار مهاجران خصوصا مهاجران تاجیک در روسیه به یک موضوع حساس تبدیل شده است. تاجیکستان این آمار را خیلی ناچیز نشان می‌دهد و روسیه برعکس زیاد. این ارقام بین 600,000 تا 2 میلیون اعلام شده است. اما آخر سال گذشته گروه بین‌المللی مسائل مهاجرت در همایش تایلند شماره زنان مهاجر تاجیکستان را در سال 2023 نزدیک 15% از حساب عمومی مهاجرت مهنتی نامید. این شاخص در قرقیزستان 39 و ازبکستان 27% نامبر شد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. قطع موقتی کار آژانس رشد بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا خود یوساید که در تاجیکستان نیز طرح‌های زیادی را اجرا می‌کرد، وزارت تندرستی این کشور را در فکر پیدا نمودن مبلغ گذارانی نو انداخته است. یوساید از سال‌های 90 به این طرف به تاجیکستان صدها میلیون دلار کمک کرده است. در نشست خبری وزارت تندرستی تاجیکستان که 10 فوریه در شهر دوشنبه برگزار شد، یکی از موضوعهای اساسی قطع مبلغ گذاری طرح‌های این وزارت از سوی سازمان مذکور بود. برای یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب موضوع را ادامه می‌دهند. با دنبال باز داشتن برنامه‌های آژانس رشد بین‌المللی آمریکا یا خود یوساید، وزارت تندرستی برای طرح‌هایی که از سوی این سازمان دستگیری مالی می‌شدند سرمایه‌گذار می‌جوید. در این باره جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 10 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد. من فکر میکنم که تو معین کردن این مکانیزم فعالیت تشکیلات یوساید ما با دیگر راه‌ها حرکت میکنیم که یگان مشکلات در همین سمت‌هایی که ما فعالیت میکنیم یگان مشکلات نشود. یوساید در بخش‌های تبابت بیماری‌های سیل، ویچ، سپید، سالمی مادر و کودک و حفظ اجتماعی اهالی به وزارت تندرستی کمک مالی می‌رسانید. وزیر تندرستی تاجیکستان تاکید کرد که سازمان‌های دیگر بین‌المللی نیز می‌توانند جایگزین یوساید گردند. تشکیلات‌های دیگر است که گلوبال فوند است که در همین سمت‌ها با بیماری‌های ویچ، توبرکولوز، مالاریا فعالیت می‌کنند، فعالیت بردن می‌گیریم. ما دیگر منبع‌های مبلغ‌گذاری است که دستگیری کنیم که چی تشخیص‌ها، چی کارهایی که یک جای با ما تشکیلات کردگی بدیم حرکت می‌کنیم که نسبت به سال‌های پیشین فعالیت در همین سمت پس نشود. مانوئل میکالر سفیر امریکا در تاجیکستان در پایان سال گذشته ضمن یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفته بود که در طول 30 سال اخیر مردم امریکا به تاجیکستان زیاده از 2 میلیارد دلار در شکل‌های گوناگون یاری رساندند.
یک قسم اساسی برنامه‌های ما توسط یوساید و دیگر نهادهای حکومت ایالات متحده آمریکا این است که به تاجیکستان کمک کنیم تا امکانات‌های بزرگ را عملی سازد. سامانه رسمی یوساید که به گفته سازمان ملل 40% یاری‌های بشردوستانه را در جهان انجام می‌دهد، روز 3 فوریه دستنارس شد. دونالد ترامپ، پرزیدنت نو آمریکا، ادعا کرد که آژانسی را یک گروه دیوانه‌های افراطی رهبری می‌کنند. ولی جانبداران یوساید اظهارات ترامپ را یک اظهارات شدید سیاسی دانسته، آن را بی اساس و بدون دلیل‌های واقعی قلمداد کردند. کار یوساید که در تاجیکستان نیز طرح‌های زیادی را اجرا می‌کرد با هدف کاهش خراجات حکومت ایمئه بس شده است. سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه هشدار دادند که قطع کار آژانس می‌تواند پیامدهای فلاکتبار داشته باشد. اما برنامه را ادامه می‌دهم. در نشست خبری در دوشنبه پاسخ‌های دوخوره مسئولان آژانسی توجیک استاندارد اویدی در ترکیب غذای کودکانه موجود بودن روغن نخل یا پالم بحث دوغ را به میان آورد. خبرنگاران نگرانی کردند که با وجود منع بودن حالا هم در بازار محصولات دارای این روغن فروخته می‌شود. مقامات توجیک این حرف را قبول ندارند. مشاهده همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر ایسایفچی را نشان داد. در گزارش آنها یک جای می‌بینیم. روغن نخل و دیگر روغن صغیر، روغن کنجی طبق طلبات رگان تکنیکی در مورد خطر محصولات خوراکی در استفاده بودن محصولات غذایی کودکان ممنوع است. اما مشاهده‌های خبرنگاران رادیو آزادی در چند مغازه دوشنبه نشان داد خوراک کودکانه دارای روغن نخل کم نیست. این بسته محصولات آمیخته شیرین نوتریلک ساعت 13:37 در یکی از فروشگاه‌های بزرگ شهر دوشنبه خریده شده است. در شرح ترکیب غذایی این محصولات آورده شده است: ترکیبات شیر قاقی به روغن کرده شده، روغن‌های نباتی نخل، نارجیل، سایه و روغن‌های دیگر که تایید می‌کند در ترکیبش روغن نخل یا پالم دارد. این محصولات شیری برای کودکان از 6 ماه بالا پیش‌بینی شده است که در روسیه استحصال و از سوی یک از شرکت‌های وطنی به تاجیکستان وارد کرده شده است. اما رهبری تاجیک استاندارد قاطعانه می‌گویند که در ترکیب این محصولات روغن نخل وجود ندارد. در ترکیب نوتریلک روغن پالم نیست. در تاجیکستان بر اساس رگلمنت تکنیکی بی‌خطری محصولات خوراکواری از 30 اپریل سال 2016 استفاده روغن نخل در استحصال خوراک کودکان منع شده است. سال 2016 آژانسی تاجیک استاندارد واردات این روغن را به کشور تماما منع کرده بود. کارشناسان این نهاد آن زمان گفته بودند که صفت روغن تکنیکی پالم از همه نوع‌های روغن پست و ارزانتر است. حرارت بدن آدم 35-36 درجه است، اما این روغن در این درجه در معده انسان حل نمی شود. حالا مسئولان این نهاد میگویند واردات آن دیگر ممنوع نیست ولی به تنظیم آورده شده است. در بسیاری از کشورهای جهان استفاده روغن پالم در صنعت خوراکواری اجازه نیست. در تاجیکستان هم استفاده این روغن تنها در قنادی تا یک اندازه معین اجازه داده شده است. در برخی از کشورها استفاده روغن نخل کاملا ممنوع بوده، آن را برانگیزه برخی از بیماری ها می دانند. و سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 7 فوریه در نماز جمعه گفته است نفری که با کرد به او حمله کرد 26 سال زندانی شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته جوانی در مسجد مرکزی به سید مکرم عبدالقادرزاده با کرد حمله و پیشانی او را زخمی کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را افباشی نامید ولی بعداً خود مفتی آن را کار دستی گروه‌های افراطی خواند. خبرگزاری آزیا پلوس روز 2 فوریه نوشته است که 26 سال حکم زندان گرفتن جوانی حمله گر را مفتی در نماز جمعه اعلام کرد ولی بعداً از دادن جزئیات خودداری نمود. دوستان عزیز، برنامه در همین جا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و خبر و گزارش از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام و تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. فردا شما رو منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.